روزی روزگاری ریس پشت تلویزیون فینیتو رفتندی تا در رابطه با مشکلات روستا راه حل ارائه نمایندی. آهای اهالی فینیتو، من به عنوان حلال مشکلات روستا آمدم تا تمام مشکلات رو حل کنم. شما مشکلتون رو بگید تا من حل کنمندی. قیمت علوفه بالا رفتندی، راه حلت برای پایین آمدن آن چه می باشندی؟ علوفه؟ این هم شد مشکل؟ خب راه حلش این است که گاوها علوفه نخورندی. من در تحقیقاتی که اخیراً در آنگوزمان دامی داشته‌ام به این نتیجه رسیدم که علوفه برای گاوها سرطانزا می باشندی. به گاوهایتان به جای علوفه هویج بدهندی. هویج؟ هویج کجا بود؟ مگه نمیدانی که هویج گران شده؟ هویج هم گران شدندی؟ این مرد بر این هویج از همان اول هم استکباری بودندی. اصلا هویج باعث می شود که گاوها زخم اسمعشر بگیرندی. به جای هویج به گاوهایتان نان خوش بدهندی. نان خوش کجا بودندندی؟ نان تازه هم گیرمان نمی آید که خودمان بخوریم، چه برسد به نان خشک. اتفاقا همین الان به من اطلاع دادن که نان خوش برای اعصاب گاوها بسیار خطرناک است. شما نباید به گاوهایتان نان خوش بدهیدندی. خفه کردی ما را. پس گاوهای ما چه بخورندندی؟ علوفه نخورندی، هویج نخورندندی، نان خشک نخورندندی. پس چه بخورند؟ باد هوا؟ باد هوا که اصلا نباید بخورندی. هوا آلوده می باشندی. گاوهایتان مریض می شوندی. من از همینجا اعلام می کنم که گاوها حق نفس کشیدن هم ندارند. ای جانم، عجب شوخی زد. حقا که گاو جلوی این ریش ارش می دوست می باشند.